ناکامی‌های ایران تو جام جهانی یادتونه؟ بیاین این ناکامی‌ها رو تبدیل کنیم به قهرمانی. بچه‌ها حالتون چطوره؟ من یاسینم و خوش اومدیم به چنل AIN. امروز قراره که توی این ویدیو بریم با کمک شما ایران رو قهرمان جام جهانی کنیم توی PS 2025 و قراره که امروز تمام گروه بندی ها رو من خودم انجام دادم، 2 روز دقیق انجام دادم و قراره که بریم با ایران قهرمان جام جهانی بشیم برای اولین بار. پس چنل منو ساب کن، زنگولم بزن، یه کامنت خفنم بذار، این ویدیو هم لایک کن که بریم واسه ادامه ویدیو. بچه ها ما برگشتیم گروه بندی ها رو ببینید. دقیقاً گروه بندی های جام جهانی 2022 قطر و دقیقاً همونه و همون می‌خوایم بریم با ایران قهرمان بشیم. آقا قهرمان جام جهانی قراره بریم با هم دیگه بتره کنیم. بازی اول ما با ولز، نمیدونم چرا با ولز، بازی اول ما باید با انگلیس باشه. من گروه بندی هم دقیقاً انجام دادم. ایران تیم سوم گذاشتم، آمریکا دوم، ولز نمیدونم، حالا اشکال نداره بازم با انگلیس هم بازی کنیم دیگه. ترکیب تیم ما بچه‌ها اینجوریه: من مهدی طارمی گذاشتم کاپیتان تیم، سردار امیررضا عابدزاده دروازه‌بان، حسینی دفاع با پورعلی گنجی، رامین رضاییان و محمدی هم دفاع راست و چپن، امید ابراهیمی هافک دفاعی، قلیزاده هافک راست، سامان قدوس هافک وسط پشت مهاجم ایمف و هافک چپمونم که جهانبخشه و 2 تا مهاجم نوکمونم طارمی و سردار آزمون که قراره بریم با این ترکیب ولتو نابود کنیم. بچه‌ها منتظر پارتای دوم این ویدیو هم باشین که من دوست دارم تو 2 پارت حداقل بتونیم تمومش کنیم دیگه. بریم کیتمون چه شکلیه؟ کیت قشنگ‌تر نداشت واسه ایران بزنم، شبیه کیت خود ایرانه. آقا بریم واسه بازی اولمون جلو ولز. قراره که ولز رو ببریم و ما به امتیاز بازی ولز و آمریکا احتیاج داریم تا بتونیم که انگلیس، اگه یه وقت جلو انگلیس باختیم دیگه، بتونیم بازم بریم بالا. من امیدوارم انگلیس همه بازی ها رو ببره و کاملترین امتیاز رو بگیره. حتی ما هم اگه ببازیم به انگلیس اشکالی نداره. من دوست دارم این 2 تا بازی جلو ولز و آمریکا رو 100% دوست دارم ببریم. مهدی طارمی. خب آقا بازی همینجا شروع میشه. آقا این ولز خطرناکه، آقا حواسمون باید باشه، خطرناکه ولز بچه‌ها. بزن طارمی، وای طارمی، وای پاسکاری خوبی کردن بچه‌های من. آقا این ویدیو لایک کنید تا من انرژی بگیرم بتونم ولز رو ببرم. ولز تیم حریف سختیه. ماشاءالله طارمی، وای طارمی، باریکلا طارمی، بریز واسه آزمون. وای میخواست جهان بخش. وای لحظه ببخش بچه. خب بریم رامین رضاییان، هیچی هم بهتر از رامینه. رامین بریز که گلش کنیم. رامین وای چی شد؟ خب به بازیکن ولز. وای ریدم اینجا نذاره اینطور. وای چقدر دارم بد کار میکنم. وای برل یادت بیل مال این حرفا نیستی. دور گلف بازی کن، به فوتبال نمیخوری. پاسکاری عالی رامین رضاییان و قلی خانی و این ارسال مهدی طارمی. چقدر پاسکاری رامین رضاییان خوب بود. با قلیزاده خیلی پاسکاریش خوب بود. رامین رضاییان، قلیزاده، طارمی بزن تو در. طارمی رو بده. وای طارمی و اینم گل اول.
ماشاءالله مهدی طارمی، باری کلا طارمی، گول عالی. ببینیم قلیزاده چقدر اینجا خوب کار کرد. این پاسو داد و اینم گل اول. خدای قشنگ کار کرد. قلیزاده این پاسو داد. بازیکن ولز اسلوبش خیلی بد بود، افتاد جلو پای طارمی هم که دیگه این موقعیت نمیگذره و توپو چسبون ته تور ولز. آقا یکیچ. آقا نیمه اول تمام شد، بریم نیمه دوم دیگه یکی دیگه به ولز بزنیم، یه دونه کمشه. آقا بدون هیچ تعویضی، چون تیممون خوب بازی کرد میخوایم بریم نیمه دوم همینجوری. بزن باریک. بده طارمیو. اوه آفساید نباشه گله، آفساید نباشه گله. و اینم گل دوم و باز هم مهدی طارمی چه گلی میزنه مهدی طارمی. میاد میکروفون رو بر میداره و میخونه. مهدی طارمی سوپر گلی زد، خیلی خوب بود، پاسکاری عالی. طارمی اومد یه بغل پای نرم و گل دوم. آقا گفتم ولز یکی کمشه، بعد 2 تا بهش بزنیم. یه سر تو علی قلیزاده و خطا. ماشاءالله آقای برکی خطا رو گرفت. ماشاءالله قلیزاده. ببینیم با اینجا کاملا خطا واضح بود اینجا. بله کاملا زدنش، خطا کاملا واضح و کاملا زدنش. رامین رضاییان پشت توپه. رامین یه ارسال کاتدار. وای ارسال رامین نظیر این رامین رضاییان بچه من خیلی دوستش دارم. یعنی به نظر من میتونه سومین بازیکن برتر تیم ملی ایران باشه. فکر نکن. یه پاسکاری، یه ضربه از مهدی طارمی. وای میرفت طارمی هتریک کنه. ببینیم چقدر قشنگ بازی. سامان قدوس یه پاس رابونا داد برای طارمی. این ضربه بغل پای نرم توپی خورد به تیرک ولی بازم کورنر. و اینم سوت پایان بازی. با 2 گل از مهدی طارمی تونستیم این بازی رو به پایان برسونیم. بریم واسه بازی بعدی. بچه ها رسیدیم بازی با انگلیس بازی اول جلوی آمریکا طبق معمول برد و الان ما بازی داریم با تیم ملی انگلیس. امیدوارم که بتونیم این بازی با همین ترکیب عالی حداقل امیدوارم مساوی بتونیم بگیریم. حتی اگه برد رو نتونیم بگیریم امیدوارم من مساوی بتونیم بگیریم. از سخت‌ترین بازی گروهمون همین بازی با انگلیسه. ولز رو بردیم، 3 امتیاز داریم بچه الان و انگلیس هم 3 امتیاز مساویم. اگه این بازی رو بتونیم مساوی کنیم یا ببریم به نظر من صعودمون قطعی میشه، چون به آمریکا نمیبازیم و ما یا میبریم آمریکا رو یا مساوی کنیم. بازی کجاست؟ ورزشگاه فکر کنم اسپورتینگ، نمیدونم کجاست. مهدی طارمی کاپیتان تیم. شما بگین کاپیتان کدوم تیم بهتره؟ مهدی طارمی بهتره یا هری کین؟ معلومه وای ماشاءالله عابدزاده. سخت بازی با انگلیس. وای سردار آزمون تک و تنها بین بازیکنان انگلیس. سردار آزمون با سرعت حرکت میکنه، هیچکی نیست، برمیگرده. سردار آزمون پاسش برای کی؟ مهدی طارمی. موقعیت خوب طارمی، اینم گل توی دروازه. یه سوپر گل از مهدی طارمی روی ضد حمله عالی. چه گلی میزنه مهدی طارمی، چی کار کرد سردار آزمون. پاسکاری رو ببینیم. عالی زد مهدی طارمی، عالی زد دروازه جردن پیکفورد رو وا کرد در دقیقه 6. آقا الان ما چیکار؟ بزن ماشاءالله سر اول. وای آقا گل اول خوردیم، گل مساوی دکلن رایس زد. گفتم انگلیس حریف سختیه برامون. اشکال نره جبران میکنیم، نگران نباشیم بچه ها.
دیگه دفاعی بازی نمی‌کنیم. ببینم الان میخواد چیکار کنه. من شم وای و اینم بچه‌ها روشی که من خودم تو ویدیوهای قبلی یادتون داده بودم، اینجوری حتما یاد بگیرین گل بزنین و شما ربطی نداره با کی بازی کنین و تو چه سطحی بازی کنین، سوپر استار، لجند، هر چی بازی کنین توپا گل میشه. من که تیم حریفتون 3 دفاعه باشه یا هافک دفاعی داشته باشه این توپا گل نمیشه، وگرنه همه این توپا گله بچه‌ها. ببینین چقدر پاس با هر تیمی که باشین، با هر بازیکنی میتونین اینجوری گل بزنین. ببینیم چقدر قشنگ عالی بود ماشاءالله. سردار آزمون ما عقب نمیمونیم که این انگلیس. الان دیگه دفاع تارمی خطا، بله داور خطا میگیره، تارمی خطا کردن روش و کی داره ضربه رو میزنه؟ بدیم رامین رضاییان به نظر من بزنه بهتره. آقا الان یه کاشه خوب داریم، امیدوارم بتونیم گلش کنیم با و این یه سوپر گل از رامین رضاییان. آقا ایران باخت نمیده به انگلیس، ایران 3 انگلیس 1. سوپر کاشته ای زدم. با هر بازی کنی من میتونم کاشه بزنم، چه رامین رضاییان باشه چه مسی باشه. الان دیگه وقت دفاع کردم. تیم از این بالا آقا مال ما. آقا این نیمه اول 3-1 ترکوندیم. من تو بازی که نمیتونم انگلیس ببرم. تو بازی من یه گل به انگلیس زدم، یه ترفنده که خودم ساختم گل کردم و یه کاشته و اگه این دوتا نبودن من نمیتونستم الان بازی 1-1 بود یا 2-1 به نفع انگلیس. و ترفندایی که من تو ویدیو یاد میدم و یاد بگیریم. بریم ویدیو قبلی رو ببینید، یه ترفند خیلی خفن یاد داده بودم، بریم اونم یاد بگیریم. بریم نیمه دوم ببینیم چی میشه. اومدیم نیمه دوم، نیمه اولی که ترکون ببینیم یکی دیگه میتونیم اون گلا بزنیم به انگلیس. وای سردار آزمون رفت، آزمون گله ها، آزمون گله. وای آزمون وای. بچه ها این روش رو اینجا دیگه بهتون یاد نمیدم، مختصم خاموش. نمیدونم چی بگم، گل خوردیم. یه پاس آقا این تو وای سردار آزمون نفهم. بده به سردار آزمون، بزن سردار، این چه شوتاییه؟ وای ریدی. وای کریم انصاری فرمات بازی. وای حاجی میتونستیم قشنگ 2 تا گل دیگه بهشون بزنیم. سردار آزمونه اشکال نداره آقا، ولی خدای خوب بازی نه. چرا حدی که اینا رو بهترین بازی کنیم؟ رامین رضاییان خیلی خوب بازی کرد، کاشه زد، خیلی کاشه قشنگی زد بچه. ولز هم آمریکا رو برد. الان ما بازی بداریم با آمریکا. ولی به نظر من که صعود اونقدر نیست. اگه ببازیم ولز ببره بازم ما انگلیس ببره ببازیم هم حاجی ما صعود میکنیم. فکر کنم دوم صعود کنیم حتی ببازیم. من که به تفاضل ببازیم که این بله. ولی خب آقا میبریم دیگه. آمریکا که دیگه تیم چیزی نیست. بریم ببینیم میبریم یا نه. خب دوستان عزیز اومدیم بازی با آمریکا، بریم که آمریکا رو نابود کنیم. بازی ساده ایه به نظر من، بازی ساده ایه، تیم ضعیفیه و میتونیم ببریمش. و چون بازی با انگلیس 3-3 مساوی کردیم. 3-3 بازی با انگلیس مساوی کردیم. خیلی بد، به قرآن 3-1 جلو بودیم. میتونستیم حتی انگلیس رو ببریم. حالا بریم آمریکا رو ببریم. آمریکا که لیسیچ هم داره حاجی، توی خوب رد کرد دستو ولی نتونست خوب بزنه ضربه‌شون.
اوی آقا گل به خودی زد آمریکا. من نفهمیدم چی شد. گریه کن خاک تو سر. من نفهمیدم چی شد آقا. ببینیم باز خورد به کله اون شماره 6 رفتی گل. تیر تو گل هم زد. نگاه کنیم اینجا قشنگ واضحه. من فکر کردم سامان قدوست زد. نه آقا گل به خودی میزنه آمریکا. اصلا در حدی نیست من میخوام بهش گل بزنم. یکیش دقیقه 30. چقدر قشنگ زد. من فکر نمی‌کردم اصلا بتونه یه همچین شوتی بزنه. بریم نیمه دوم میتونیم ادامه بازی ببریم یا نه. نیمه دوم که بازی رو مدیریت کنیم دوباره بچه ها. یه دونه همون پاسای خفت و اصلا خیلی بده. بکن واسه حذف کشورت بشی ولی نه. قلیزاده واقعا حقش بود تو این بازی گل بزنه. خیلی خوب بازی که عالی بود قلیزاده تو این بود. داشتم میگفتم یعنی واسه حذف کشورت بشه خیلی بده واقعا به نظر من و هیچ وقت نمیتونم این ولش کن آقا ولش کن. من حرف جدی به من نمیاد بیخیال. 2-0 هم آمریکا رو میزنیم همونجوری که ولزو زدیم آقا. باری کلا اصلا بزن پاشو بشکن. آیا خطا بکنی باری کلا قلی داده دیگه یاده روی بزن سامان قدوس و اینم گل سوم. سامان قدوس که 30 تا شوت زد گل نشد. این یکی دیگه گل شد. چقدر قلیزاده خوش تکنیک. خیلی داره خوشم میاد ازش. خیلی داره خوشم میاد از قلیزاده. عالی عشق منی قلیزاده. نه آقا اینم یه پایانه بازی. داور جان بزن سود. آقا اینم پایان بازی. صعود ایران برای اولین بار به به مرحله حذفی جام جهانی. صعود تیم ملی ایران. آقا میخوام برم ببینیم حذفی که خوردیم و بازیشو میذاریم مثل پارت بعدی. این پارت دیگه نمیتونیم بازی کنیم. این تایم ویدیو خیلی رو سامان دوست تایم باز کن. زمین شد قلیزاده ترکوند. بوس به قلیزاده. خب آقا ایران صعود کرد با 7 امتیاز صدر جدول. انگلیس هم 7 امتیازی اومد بالا. به 3 امتیاز که آمریکا برد. آمریکا هم بدون امتیاز. هم منطقیه. و آقا ما خوردیم به چی؟ اکوادور فکر کنم. خوردیم به اکوادور. بریم ببینیم. بله خوردیم به اکوادور. آقا ما اگه بخوایم به فینال صعود کنیم تیم سرسختی که جلوی ماه اگه تو بالاییم بلژیک و برزیله وگرنه دانمارک و مکزیک و ژاپن و اوروگوئه چیزی نیست. سختی کار ما جلوی بلژیک و برزیل که من فکر کنم نیمه نهایی به آره دیگه اگه بریم بالا ما نیمه نهایی یا بلژیک میخوریم یا برزیل اگه که اونها تا بازیشون ببرن. اما برام پرتغال، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس یا علی ما اینور فینال هم برسیم کار سختی. تا فینال رسیدن خودش سخته. فینال بردن همون سخت‌تره. آقا امیدوارم این ویدیو خوشتون اومد باشه. این پارت اول جام جهانی با ایران بود. پارت دومش هم حتما براتون میذارم. پس چنل منو ساب کن، زنگولم بزن. اگر این ویدیو خوشتون اومده ویدیو منو لایک کن، یه کامنت هم واسه ما بذار که انرژی بگیرم. خب آقا بریم واسه پارت بعدی. این پارت دوم چی میشه؟ تو پارت دوم خداحافظ.